سیزیف رو دیگه میدونین، اسطوره‌ای که محکوم میشه، خدایان محکومش میکنن به اینکه یک تخت سنگی رو، یک سنگ بسیار بزرگی رو حمل کنه و ببره به بالای یک کوه و وقتی که سنگ بالای کوه میرسه این قل میخوره و میاد دوباره پایین و دوباره سیزیف اینو میبره بالا و این باز میاد پایین و این باز و باز و باز و باز که در ادبیات، در فلسفه نماد کار بیهوده است. سالها و قرنها به عنوان کار بیهوده به کار سیزیف، تلاشی که قراره تا ابد ادامه داشته باشه و راه به جایی نبره، ولی از یه جایی به بعد گفتن خیلی هم بیهوده نیست. یعنی شاید جزو کسایی که برای اولین بار اومد و نوع دیگری به تلاش سیزیف نگاه کرد آلبر کامو بود که اومد و گفت که تا وقتی که ادامه میده شکست خورده نیست و کار بی حاصل نیست و به زندگی ما ربطش داد که خیلی وقت هاست که احساس میکنیم شکست خوردیم، احساس کردیم تلاشی که داریم میکنیم راه به جایی نبرده، ولی اگر ادامه بدیم معنا در ادامه دادن پیدا میشه.